أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. آیت 145 سورت بقره. در این سورت 4 مقصد عالی را الله بیان میکرد با دلایل مختلف، احکام، قوانین. اول مقصد عقیده توحید و پابندی به نظام توحید بود. توحیدی که فقط الله را عبادت، اطاعت، بندگی شود، از مخلوق عبادت و اطاعت و بندگیش نشه. در اسلام علمای برحق سر جایگاه عالی دارن، میتونن که نظر بتن در اسلام، ولی مطابق قانون الله باید باشه، مطابق کتاب الله باشه، مطابق سنت رسول الله. اگر مخالف بود باز از اونام اطاعتش نمیشه. اگر نه اطاعت علما، کسی که نمیفهمه یک موضوع را واجب است. یکم تا میگه یا علما را قبول نداره، پای میزنه. الله در قرآن در سورت نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر دو معنا داره. یکی به معنای امیرتان، دولت مردا، رئیس دولت مسلمانان، خلیفه مسلمانان. دوم به معنای علما، مجتهدین. حتی نمیفهمه انسان یک مسئله را، یک مسلمان فرض است به بالایش که از عالمی که میداند قرآن سنت از او پرسان کنه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنین از اهل وحی اگر علم ندارین. اما در بیان دین غیر از رسول الله هم دیگرها اشتباه میکنه. وقتی که دین بیان میکنه، اینا اگر یک عالم اشتباه کرد باز ما اشتباهش اطاعت نمیکنیم. در اول الامر که الله اطیعوا نگفته، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت الله مستقل است، از رسول الله مستقل است، اما از علما مستقل نیست. علما به شرط اطاعتش میشه که در تحت اطاعت الله و رسول گپ بزند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نگفته و اطیعوا اول الامر، زیرا اونا اطاعتشان از نظریات و گپایشان مستقل نیست. همین قسم امیر مسلمانان، خلیفه مسلمانان مطلقا اطاعت نمیشه. انما الطاعت فی المعروف، در نیکی مطابق اسلام، مطابق قانون قرآن باشه. لا طاعت للمخلوق لمعصیت الخالق. این حدیث بخاری. هیچ اطاعت از مخلوق نیست در صورتی که گناه از برای خالق باشه. پس اول همی بود که نظام توحید، دوم سنت، اثبات رسالت، از سنت رسول الله هم اطاعت کنید. رسالت رسول الله هم در این صورت از قل من کان عدوا لجبریل بیان کرده رئیس که این انسانی که آمده و دعوای نبوت کرده این نبی برحق است، وحی برش میشه است، پیش خود گپ نمیزنه، حکم الله را بیان میکنه. پس شما از این اطاعت کنین. اطاعت از این اطاعت از الله است. چیزی که برتان هدایت میته قبول کنین و عمل کنین. خب قباحات یهود باز بیان کرد که یهودیا اولاد انبیا بودن، مستقیم اولاد یعقوب هستند. 12 خاندان، 12 اولاد داشت و او اولاد اسحاق. اسحاق اولاد کی است؟ ابراهیم علیه السلام. و عرب چیست؟ عرب هایی که یهودیا خود مدینه زندگی میکرد، در خیبر و اطراف مکه. عرب کی بود؟ عرب بچه کاکای از اینا بود، بنی اسماعیل. دو قسم مردم بود در سرزمین حجاز، یکی زیادتر بنی اسماعیل، دیگه بنی یعقوب، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اولاد یعقوب، بنی اسماعیل اولاد اسماعیل. خب یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم، اسماعیل هم فرزند ابراهیم. پس اسحاق و اسماعیل برادر هستند. اولاده از یا چی میشن؟ بچه کاکای یک دیگه میشن. همین یهودیا بچه کاکای عرب هست از نگاه نسل. ولی بدبختا گفتن نه، چرا در نسل ما این نبی نامد؟ چرا در نسل کاکایم پیدا شد؟ نبی که از کاکایشان بود، اولاده کاکای خدا نه قبول نکردن.
خب متوجه شده؟ این گپا را بار بار میگم خب که بفهمید. این بسیار مهم است. قومیت امروز در دنیا را یک خراب کرد، مسلمان ها را تباه کرد. بچه کاکای خدا که از اولاد اسماعیل است، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف ابن قصی کلاب تا به اسماعیل میرسه. یاره که حساب کنی امی تو تا به کی میرسه؟ اسحاق میرسه. اسحاق فرزند ابراهیم، یعقوب فرزند اسحاق. زیرا ابراهیم دو خانم داشت، ساره هاجر. ساره اسماعیل پیدا شده، از هاجر اسماعیل پیدا شده، از ساره اسحاق پیدا شد. نه اینی تو کردن کافر شدن به خاطر که چرا در اولاد کاکایم پیدا شد. ولی خودتان از یک پدر هستید. حالا که شما میبینین اسرائیل در پالی اردن است، در پالی سعودی است، در پالی سوریه است، در پالی فلسطین، یا از نگاه نسل برادر بچه های کاکا هستن، نسلشان یکیست، به ابراهیم میرسه. اما کفر کلان کردن، الله توبه، به خاطر قومیت و ضد و عناد این آتش ابدی بدترین کافرای روی زمین شدن، بدترین سرسختترین دشمن کتاب الله اینا شدن. با وجودی که چی بودن؟ سید بودن، نبی زاده بودن، اولاد نبی بودن. پس زمانی که از حکم الله، دستور الله، کتاب الله سرپیچی میکنی، این که اولاد نبی باشی سزایت بالاتر است از دیگرها کده. الله در قرآن چی میگه؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. پیدا میکنی تو ای پیامبر سختترین دشمن مسلمان ها یهوده. چرا؟ یهود مخاطر قومیت دامن زده. قباحتشون اول امرشان کرد، خلافت الله به اونا داده بود. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، بسیار پادشاه تیر شده، نبوت هم برش داد. چه نعمتهای شما دیدین که در اون معجزه بود برش داد. زمانی که بدعملی پیدا شد، فساد در وجودشان پیدا شد، باز فساد عملی تیر شد، در فساد عقیدتی کفر شرک رسید. الله اینا را چی ساخت؟ عذابهای را سر از اینا آورد. چیزش شادی ساخت، چیزش خنزیرها ساخت، چیزش حکومت از پیشان گرفت. لعنت دائمی، ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات الله ويقتلون النبیین بغیر الحق. هر کسی تقوا داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به دین اسلام پابنده، هیچ شکل و چهره نداشته باشد. او نمو را باید دوست داشته باشی که تمام محبت داشته باشی. دلش حبشی است، دلش رومی است، یعنی امریکایی اروپایی است. روم در وقت امریکا اروپا. دلش فارسی است، ایرانی است، هر کی است. اینی پیش ما و شما باید مهم باشه. اینطور که باشه هر مسلمان با تقوا در هر جای دنیا که است، از این برادر افغانی خود کرده که بی تقوا است باید دوستش داشته باشه. وجود خود را باید فکر کنه. کار مشترک باید بکن. یک وجود شویم، یک پیکر شویم، یک سیاست باید جور کنیم، یک اقتصاد باید جور کنیم. ولی اینی گپ در این مسلمان ها نیست. پاکستانی را ببین سرسختترین دشمن ما، ایران را ببین، عرب را ببین چی گپ ها میزنن. شما که برین در این بخشا عرب ها را ببینین، یکیش دیگه خدا بد میبرن. چند کشور عربی است؟ 22 گروه، 22 فرقه، 22 نوع فکر داره. یکیش دیگه خدا دوست نداره. یعنی زبان یکی، دین یکی، کتاب یکی. این قومیت اکثریت مسلمان ها را بی دین ساخته. میفهمین؟ اکثریت. نگوین که این مرض در این امت انتقال نکده. این مرض یهود قوی در این امت انتقال کده. و ایام رسول الله هم خبر داده بود که لتتبعن سنن من قبلکم ذراعاً بذراع. گز تابعداری میکنین طریقه و روش امتهای سابقه را. صحابه گفت که الیهود و النصارى یا رسول. یهود نصارى سوال گفت فمن؟ کی دیگه؟ یهود نصارى. اینی مرض بسیار خطرناک است. الله ما و شما را حفاظت کنه.
این مرض در حال خود که در افغانستان هم داخل شوی باید ولایت ولسوالی با ولسوالی داره. آمدیم خواستگاری مسلمان هستیم. چی میگم؟ از کجا جایتان؟ این زن پنشیر هستم. نه از ولسوالی تان کدام؟ نه ما با بیگانه نمیتیم. نمیتون میگم. این مرض در کل گیه. بیگانه چیست؟ شما غیر از اینمی قریه خود اوسو دیگه کسا را خوش نداریم. کلیش هسته که مغزش قریهش. چی بلاست؟ در قریه یک فکر میکنه. کل فکرش قریه. از قریه برای، از ولسوالی برای، از ولایت برای، از کشور هم برای. ست جهان باید زل. جهان فکر کن. هر وقت که فکرت جهانی شد که هر مسلمان در هر نقطه دنیاست انما المؤمنون اخوتون به ایمان بیار. خب به این کسی ایمان نداره میگه از قریش کسی بمره گریان است. نه از او جگه کسی بمره کسی گریان میکنه. با ما چی؟ ما را چی به عربا؟ عرب با ما چی خدمت کرده؟ بازی تو میگم تو را چی به عرب؟ تو را چی به فلانی؟ خدا خود ما ببخشه و قوم خیشای ما ببخشه. از این بکشین تا که به اینی فکر نشین کل مسلمان فکرشین میا آخر با در خاندانش دیم آخر در میا فامیل فکرش هست. باز اونجا هم که ببینی چه قگپ هست خیل هست ای خیل با او خیل چه خیلی میگه چه خیلی لولا خیلی بخشی خیلی کدام خیلی اینه طور با در مداخل قریه که میری با داخل مجبور گپ داخل میرسه این قوم فلانی خیل است ما به این نمیتیم تو میگم الله توبه ولی گپا عملی شدنش بسیار گپ داره تقوا مهم. حالا الله متعال قباحت از اینا را بیان کرد بسیار بد مردم. حالا میفهمین یهود این قضیه دو اینا داره یعنی میال یک کسی برای در اسرائیل بگه ما یهودی میشم قبولش نداره هی نزد خوب شد الحمدلله که کسی یهودی شده نمیتونه فهمیدی؟ بگه من میرم سابق دعوت میدادن با دینال نمیتن حال میگن ما زور داریم و پیسه داریم و سرمایه داریم زندگی خوب داریم کسی میگه یهود شوه این پاچه های دنیا میشه تا که نسل یهودی نباشی یا نسل تمی برای کجا میره هیچ قبولت نمیکنه یهود به دین خود فعلا دعوت نمیده کسی یهودی نمیسازه نصارا دعوت میده میگه فهمیدین یهود دعوت نمیده نمیال بری بگوی ما یهودی آمدیم در اسرائیل زندگی میکنیم یهود میشم میگه برای ندیدین کسی تابال اسرائیل هیچ کس نمیره نه مهاجر قبول نداره میگه ما کسی را قبول میکنیم که از نسل یهودی باشه افغانا در اینجا بعضی نسل یهودی داشت 4-5 تا بودن در دوران حکومت سابقه باز اینا پیداش کردن ملل متحد گفتن 5-6 نفر ما در اونجا امور بیار در تیاره ملل متحد گفت بچ در تیاره شان بردشون چند تاش تعویض میدادیم جبنا مسلمان تعویض بدم مولای تعویض دی مردم واره مسلمان فکر میکنن ویدیوهایش آمد در اینترنت اینا نشر شد باز اونا رفتن اونجا بسیار جایا برش دادن بیاین میگه یهودیا حتی اسرائیل میخواد که تمام یهودیایی که در جای دنیا میگه بیاید خاک ما بیاید دیگه سرش انتقاد میکنن که شما جای ندارین خاک ندارین چرا مردم هم میخواین جای از فلسطینی هست کدیا جای ندارن غصب کرده اونجا را ایای تو بدبختای بودن در خاک که رفتن خیانت کردن و مردم کشیدش به جای هستن اینا در میروی کره زمین اینا فعلا جای ندارن ای تو بدبخت مردم الله نجات بده چقدر الله ذلیلشان کرد ولی از قوت دارن ولی الله دیگه هم ذلیلشان میکنه الله متعال دیگه هم چی میسازه یارا ذلیلش میسازه دیگه اینی گپا کوشش کنین که این گپ از بین ببرین خب باز قباحت یهود بیان کرد از ابراهیم علیه السلام یاد کرد و دیگه از چی یاد کرد از یاد کرد که تحویل قبله الله حکم کرد که روی تا به طرف مسجد الحرام بگردن اینا گفتن که هیچ قسمت انتقادا دیگه در وقت محکام میامد کافر انتقاد میکرد الله میگه که در قصه انتقاد کافر سوال کافر اعتراض کافر نشوید
همین حالا موقع انتقادها از مردم بیخی با تکلیف میشه. میگه استاد این تو سوالا سر ما شده، ما مسلمان ها بیخی سوال باران شدیم، چی کنیم؟ هیچ خندیم میگیره. از نگاه قومیت دیگم تا میگه من از فلانا جاستم قومت هستم، خندیم میگیره. قوم ما هستی، چه قسم قوم هستی؟ قوم خوب هستی یا خراب؟ اگه خوب هستی خب بیا سر چشمای قوم خوب بسیار سر انسان حق داره. قومی که باز خوب باشنه ایمانیاش نسبت به دیگرها و آت ذی القربى حقه، او را باید زکات بدی، دیگه بسیار کمکش کنی. اما صرف قوم هستم از اینجا هستم دیگه چیزی در مغزت نیست، چی کنم ما را؟ تکلیم دیم تو را قومت هستم. دیگه تو میای خودم معرفی میکنم استاد ما مزموج هستم. خوب است، کاش که آدم منیکی باشی. خوش داریم منجره، قوم خدا کی خوش نداره، ولی شرطش ایمان است. انما المؤمنون اخوة. ایمان قوی، ایمان قوی شرطش است. یعنی در رسول الله صلی الله علیه و آله چقدر قوما داشت، نه؟ کافر بوده کل شو سکت، نه؟ کاکایش گفت که تبت یدا ابی لهب و تب. ابو طالب هم هیچ. بنی هاشمی که کافر بود هیچ. ولی بلال حبشی که ایمان داشت در پالوی خود معاون تعیینش کرد، معزن رسول الله، معاون رسول الله صلی الله علیه و آله. حبشی غلام برده اینه میره عزت بتین، ایمان هم میاد. صاحب رومی چشمایش سوس مثلا، رومی ها زرد میزنه، بسیار پیش رسول الله هم عزت داشت. گفت که کل مردم ها گفت از همه تان کدام مهم است، مهاجر است، هجرت کرده به خاطر دین الله، درجهش بالا. سلمان فارس گفت من اهل البیت، فارسی را گفت اهل مست، از خانواده مست، به خاطر که مردم نگویه که تو نه ایتو رو تو. یکم تا این مرض از دسته که زیاد است پیش من میام میگه از فلانا جستم استاد، نه همیم سید خوش شدیم که هستی ولی اینی تو حرکت کن. دوست داریم قوم خدا، ولی رسول الله هم قوم خدا دوست داشت، ولی میگفت که اگر ایمان نبیارین باز دیگه دوستی ما شما از بین میره. حال ضد و عناد از اینا را بیان میکند الله متعال که این یهودی های ضد و عناد دارن در این آیت که اگر کل معجزه ها را نشانش بدی ایمان نمیاره. خب بسیار ضدیستن، بسیار عنادیستن. ضد و عناد چی معنا؟ حق خوب میشناسه قبول نمیکنه، عناد اینو میره میگه. دائم یادتان باشه این که قبله را انکار کردن به خاطر عناد و استکبار است. دیگه تسلیس برای رسول الله هم در این آیت ولئن اتیت الذین، اگر بیاری تو ای پیامبر الذین اوتوا الکتاب، کسایی که به اونا کتاب داده شده، یهودیا نصرانیا، بکل آیت، به هر معجزه. یکم تو میگه یک معجزه نشان بده، یکم تو چی میگه دلایل چی بگو، فلسفی بگو. فلسفی چی دلیله؟ هر معجزه برش نشان بدی ما تبیو قبلتک، تابعداری قبله تو را نمیکنن و ما انت بتابع قبلتهم. در اینجا نهایت مدح رسول الله صلی الله علیه و تو نیستی تابعدار قبلت از اونها، در شأن توی نیست که تو تابعداری کنی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، نیست بعض از یا تابع شونده قبله دیگرها، در بین خودم اختلاف دارد. ولئن تبعت اهواءهم، اگر بالفرض تو تابعداری کنی ای پیامبر اهواءهم، خواهشات از اینها را، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه تو را آمده علم وحی قرآن، انک اذا لمن الظالمین، بدون شک تو از جمله ظالما میشوی. سک پیامبر صاحب میگه اگر خواهشات از اینها را قبول کنی ظالم میشی. استغفر الله. خاتم النبیین میگه اشرف الانبیاء را الله میگه که تابعداری یهود کردی ظالم میشی. ما که بکنیم چی؟ ما میگه چیز نمیشه. این مسلمانای فعلی. ولئن رسول الله صلی الله یکم دفعه در دلش میگه شاید که یکم چیزا به این نشان بدم قبول کنن، الله میگه نمیکنن، خبر میده. خب در ایت بر رسول الله صلی الله تسلی بر مؤمنین آمد. ای مؤمنین شما کوشش نکنین که کافرها راضی شو، مطابق اسلام کتش معامله کن. شد نشد عزیزیات چاپلوسی نکن، با چاپلوسی نمیشن اینا.
هر قدر سلام بتی سخیدی و سخیدی پیش از اونها هیچ هست. ولئن اینجا واو به معنای قسم است. والله الله میگه قسم به ذاتم، لئن جئت اليهود والنصارى، اگر بیایی تو الذین اوتوا الکتاب، کسایی که به اینا کتاب داده شد. به یهودیا چی کتاب داده شده؟ تورات. به نصرانیا انجیل. بكل معجزة، به هر معجزه، بكل آیتین، به هر معجزه، به صداقت در امر قبله، که تابعداری قبله را بکنین، اینی معجزه است، اینی معجزه است، ما تبع قبلتت، نمیکنه تابعداری، نماز به طرف بیت الله نمیخوانه، هر قدر که بگویش. چرا ای تو کارم میکنن؟ به خاطر که ضد و انادی هستن. اینا پیامبر صلی الله منع میکند، به نهیش میکنه از تابعداری از اونا، به نهی بسیار بلیغه. و ما انت بتابع قبلتهم، بعد از این نیستی تو تابع قبله از اینا، تابعدار نیست، نباید باشی، یعنی در شأن تو نیست که تابعداری از اینا را، جهت از اینا را کنی. پیامبری تو بود. حال ما شما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله که میگی خودگاه، باید که از یهود هیچ محال باشه که تو تابعداری یهود کنی، جهتشان نکنی. و ما انت نیستی تو ای پیامبر بتابع تابعداری کنده قبلی از اینا، تو تابعداری، یعنی اینجا پیامبر میگه و مؤمنین کلشه، یعنی قطع طمع الله قطع کرد که دیگه یهود خلاص شد دیگه. یهودی ها چی گفته بودن؟ اگر توی از ثبات داشته باشی یک چند ماه دیگه هم در قبله ما نماز بخوان، با ما تو را قبول میکنیم. الله میگه این یک روز یک ثانیه دیگه این کار نمیکنیم، خلاص شد کفشان. پیامبر صلی الله علیه و فریب میدادن. خب و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، سعی در حالی بود، سعی این حالت و حالت فرق میکنه. این در حالی بود که دواه یهودی های زور نداشتن، تابع بودن. حکومت پیش کی بود؟ پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونا تابع بودن، اونا اتباع دولت اسلامی بودن. حالی که یهودی ها قزور دارن، نه؟ در اون وقت اونا تابعداری نکردن، با وجود که ضعیف بودن. حال چطور میکنن؟ حال حضور دارن، حال میکنن. یکم تو میگم ما میخواهیم که زندگی مشترک داشته باشیم. استغفر الله. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، نیز بعض از اینا تابعدار قبله بعضی دیگر. حتی یعنی در بین خود اینا مخالفت دارد. نصارا تابعداری قبله یهود نمیکنه، یهود تابعداری قبله نصارا را نمیکند، و خاطر عداوت و دشمنی شدید است. با وجودی که کل از جمله کیستن؟ بنی اسرائیل، کلش اولاد یعقوب، در بین خود میزدن. مثل کمیال ما شما دیگرها را قبول نداریم، نه؟ افغان، ملت افغان هیچ کس قبول نداره. و در بین خود با جور هستیم، نه، در بین خود هم چنا زدن نکن. یکم تا مردم هم میگه که اینمی افغان هم که نسل بنی اسرائیل هست، یهود هست. والله علم نشون دیگه نمیفهمم. به خاطر می غیر از خود کسی را قبول نداره، کت خودم میزنن. کاش کت خود جور باشد. اگر ما و شما کل ما هم جور باشیم یک چیز میشه. باز میفهمیم که ذهن قوی جور شده، مینه قوت پیدا کردیم. بیا که دیگه مسلمان ها میجا شیم، چقدر قوت ما زیاد میشه. در بین خود دشمنی داشتن. حال این مرض یهود ما انتقال کرده، نه؟ این مرض. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، اونام در بیت المقدس یکیش در یک طرف بیت المقدس میخوان، دیگهش به دیگه طرفش. در موجه فرق داشتن. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بالفرض تو تابعداری کنی، قسم است الله میگه اگر تابعداری کردی، اهواءهم خواهشات از اینها را، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه آمده تو را علم، وحی برهان آمده، وحی آمده، کتاب الله آمده. اگر بالفرض کردی، پیامبر صلی الله علیه و نمیکنه. اینجا اکثر مفسرین میگه خطاب به تابعدارایش است، امتش است. اگر بالفرض شما کردی، یعنی از این فهمیده میشه که جزای عالم زیاد، علمم داری، نه؟ میخیزی میگی که همین مردم ها خوب مردم است، علمم داری تو که تزیاد دوستی میکنی. انکا بدون شک تو ای پیامبر، اذن در اون وقتی که تو تابعدار از اینا شوید، لمن الظالمین، حتمی
لام دیگه تاکید. از جمله ظالما میشی، ظالم بیدین مشرک گفته میشه. احوا چه معنا؟ تا قبله از اینا و دینشان خواهش است. خب تابعدار حکم الله نیستن. یعنی از این چی فهمیده میشه؟ هر چیزی که مخالف قرآن و سنت و اسلام است او چیز خواهشات است. هر کی تابعداری خواهش کنه تباه میشه. یگام تا من که آیات حدیث بیان میکنم با نظر یک نفر میاره. این چی میگی؟ گفتم این خواهشات است. قرآن میگه خواهشات تابعداری کردی هلاک میشی. این قدر عالم کلان میگی خواهش. گفتم هر قدر کلان باشه کلیش د آسمان هم بخوره خواهش است. عالم کلان خورد پیش ما هیچ معلوم نمیشه کی خورد که کلان. هر کس تابعدار قرآن سنت بود اونم پیش عالم کلان است. تابعداری مهمه. تابعداری علمش هم مهم نیست، عملش مهم است. خب بسیار میگه شیخ کل تو از این کدام میفهمی؟ ای تو میگن از جمله ظالمان میشی. پس چه معنا؟ تابعداری خواهشات کفر مجرمین این بسیار خطرناک. اینجا الله ثبات بمیته که به حق استوار باشید. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين كسي آتيناهم الكتاب كما برزنا كتاب دادیم یهود نصارا يعرفونه مشناسنی پیامبر كما يعرفون أبناءهم مثل که اولادا و فرزندای خدا نمیشناسن. و ان فریقا بدون شک یک جماعت یک گروه کلان منهم از اینا لیکتمون الحق حتمی پنهان میکنن حق را و هم یعلمون در حالی که میدانن. بفهمی حق پنهان کنی و حق با ایمان ارتباط داره و کفر ایمان خطرناک. یا چی کدام حق پنهان میکنن؟ حق تا حق است. فهمیدی؟ حق تا حق. یکی مثلا پنهان میکنه معرف یدین است یک جای خطر است نه؟ در نماز میگه نه اوی خوب خبر ندارم نه؟ این خوب سنت بود خیر است از ایمان نمیبره. آمین بالجهر است نمیگه نیست این خیر. ولی اگر میگی که محمد ابن عبدالله رسول الله هست میگی مچو باز کافر میشی. اینجا قرآن کتاب الله هست میگی نه کافر میشی یا نه کافر شدی. اینجا یا ای تو حق پنهان میکردن. هر حق پنهان کردن گناه داره ولی بعض با کفر انسان میکشن. چی بود؟ سعی کنین. الذين آتيناهم الكتاب آتيناهم الكتاب یهود نصارا برشان کتاب داده شده. یکم دو بار میگم من بازم پرسان کنی یهود چی کتاب داره چی؟ ما اصل اینجا فارغ شده اصلا 4 درس دادیم میگم یهود کیست؟ میگه کافر است. گفتم چی کتاب داره؟ کتاب داره؟ نمیگه نداره. می بی عقل جاهل. صنف 4 فارغ شده یهود نمیشناسه. یقین کنی نصارا رو نمیشناسه. مسیح ما گفتم یک سوال کردم گفتم یک سوال از دی صنف یهود کیست نصارا کیست مسیحی کیست کلش یک دیگه سال داره. نه هیچ. یکیش گفت یهود شاید نگفتم تو گفتم نصارا کیست مسیحی کیست عیسوی کیست. نصارا مسیحی عیسوی میگه شاید نصارا یهود باشه مسیحا و عیسی را میگن دیگهش بودا باشه. گفتم نه ارزش یک تا اینو من قدر میفهم اینو من قدر نمیشناسه. این مسلمانای خواب برده. اگر این باید انسان کل کافرای دنیا را بشناسه. خب همین کافرایی که در دنیا هست خطرناک هستن. سعی کنه حتی همین بودایا را بشناسه که در برما سعی کنه کالای مذهبی در جانشان مسلمان ها را در میتن. خب در میتن. خب اگر تو در اینجا الله میفرماد کسایی را که به اینا کتاب دادیم یعرفونه و میشناسن امی کیره هو کیره محمد صلی الله علیه و سلم. چه قسم میشناسن اینا؟ کما یعرفون ابناهم یعنی تو معرفت آدیام نه مثل که اولادای خدا نه یعنی لا امتراع شک نیست مثل که اولاد خدا میشناسن. و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق و هم یعلمون بدون شک جماعت از اینا حق پنهان میکنه در حالی که میفهم. حق چیست؟ صفات رسول الله صلی الله علیه و آله نعت رسول الله صلی الله علیه و آله. صفاتش در تورات بود الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. در سوره اعراف میگه الله در کتابشان نوشته بود در تورات انجیل که اینی رسول است. بشارت هم داده بود اینی صفاتش است. خوب میشناسن حق این پنهان کردن انسان کافر میسازه. در فواید آیت است که عمر بن خطاب بر عبدالله ابن سلام عالمشان بود آدم نیک.
گفت اتعرف محمدا کما تعرف ولدک. گفت آیا میشناسی؟ عمر گفتش محمد مثل که اولادت میشناسی. قال گفت و اکثر. گفت بله و اکثر، از اولادم کده زیاد، از اولادم کده زیاد میشناسم. چه قسم؟ گفت نزل الامین من السماء على الامین فی الارض. گفت امین امانتدار آسمان که جبرئیل از نازل شده با امانتدار زمین که محمد بناتی با مصفتش فعرفتو میگه من شناخت ولست اشک فی انه نبیون، نیستم که ما شک کنم که این نبی است، هیچ شک میگه نمیمانه. و اما ولدی، هرچه اولادم فلا ادری نمیفهمم، ما کان من امه، آنچه که از مادرشه، فلعله خانت، فلعلها شاید تمی خانم ما خیانت کرده باشه، کدام تای دیگره که تش ارتباط گرفته باشه. سیکو خانم چه خبر، اینی می اولاد از ما است؟ نیست، معلوم نیست. گفت یقینی نیست 100%. بعد از او باز عمر فقبل عمر رأسه، ابن کثیر می سرش بوسه کرد عمر. آفرین شا درجه داره تو کسا و ایمان آورد، هیچ دقیقه کسی نشد. از قوم جدایش کردن، در وقت از ایمان می آوردی از قوم جدا می شدی، ولی در قوم دیگه داخل میشی. از قوم خود برآمد در امت رسول الله صلی الله علیه و یک قوم جهانی داخل شد. ولی که گفت دی چی میگه؟ ولی از قوم میکشن مرا. از قوم چیز خوب برای دیگه، ولی این دیگه قوم هم جور شده. نه اینجا هزاران نفر قومت است، بیا که ما قومی داری نمیکنی. دوم در این آیت وعید شدید با علماست، به می خاطر الله در ذم اهل کتاب میگه و هم یعلمون، حق میفهمه انکار میکنه، خطرناک. یکی گناه را به این خاطر مرتکب میشه از جهل به نافهمی، یکی با علم. سیوم کس 3 بار الله حکم میکند که روی تانه به طرف کعبه دور بتین. یکی به طرف در مکه است کسی، دوم در شهرهای دیگه است، سیومی که در سفرها هر جایی که است. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب ربت است نشو جمله شک کننده. حال الله حق تعریف میکنه. حق چیست؟ یکم طوره که میگی تابیداری حق کن، میگه حق چیست؟ و الحق من ربک، الله تعریف میکنه. حق آن چیزی است که از جانب رب باشه، از جانب الله باشه، اینی حق. یکم تو میگم من حق میگم، تم چی میگی؟ گفتین تو گفتم حق و قرآن میگه الحق من ربک، حق آن چیزی است که از جانب رب باشه. بخوان یک آیت به من، آیت یاد ندارم، یک حدیث بگو یاد ندارم. گفتم خواهی از کجا گپ زدی؟ گفت از من چم دیگه هم تو شنیدم. گفتم ازش کمت گپ میزنی؟ میگه حق میگم. این حق نیست، حقی است که از جانب رب. از جانب رب چیست؟ قرآن و سنت. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، قرآن و سنت، اینی حق. باز میگه قول ما که گپ زدن و حق نیست. دیگه ما میشه گپ نزن، اگر حق میگی حقی نمیست. الحق من ربک، چقدر زیبا تعریف. حق آن چیزی است که ثابت باشد از جانب ربت. فلا تکونن من الممترین، نشو تو جمله شک کننده. چی معنا؟ آنچه که قبله بر تو حکم داد الله، این حق است از جانب ربت آمده، تو اینا شک نکو کی است یا نیست، زیرا حکم الله آمد. ولکل وجهة هو مولیا فاستبقوا الخيرات اینما تكونوا یأتی بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدیر. ولکل وجهة، برای هر یکی، لكل احد، برای هر یک انسان، هر گروه جماعت، هر صاحب دین، وجهتون یک قبله است، یک جهت است، یک طرف است، یک مسلک است. هو مولیها، کنم گروه مردم مولی میگردانند روی خدا توجه خود را، ها به طرف جهت خدا. فاستبقوا الخیرات، شما چی کنین مؤمنین؟ سبقت کنین، مسابقه کنین با دیگرتان. الخیرات، به انجام نیکی و فرایض و اجتناب از گناه ها. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جایی که شما باشین مؤمنین، یأتی می آورد الله متعال بکم به شما، کی می آورد؟ الله جمیعا، همگی تانا. هر جایی که باشی، دم زیر بحرم که گورت کنن، الله به زندهت میکنه. یکم تو میگه در زیر بحر گورش کنین کسی پیداش نکنه، الله میارش. پس ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. در اینجا ایره میگه که مؤمنین
بر شما کتاب آمد، پیامبر آمد، شما بر حق هستید. در دنیا مخلوق زیاد است، جهت ها زیاد است، هر کس قبله خود داره، در عبادات خود یک قبله داره، یک جهت داره، در افکارش یک مفکوره داره، یک مسلک داره، در اعمالش یک رسم داره، یک عنعنات داره. شما هوش کرده باشین، تابعداری از اونا رو نکنین، تقلید از اونا رو نکنین. حالا می افغان ها رو نه که ببینیم، مسلمان های سرزمین به نام افغان، اینا رو که ببینیم هر مودی که در غرب پیدا شد دوانده اینجا وقت تطبیقش کرد. میاره ببینی نیمشم زده، ایستونشم زده، این چیست؟ میگه این خروز است. خروز مال خودم مرغ جور کردی، از انسان به مرغ تبدیل شدی، افتخار هم داری. میگه این قسم کلا این خروز است. ولی فرهنگ کافره. هر چیز اونجا یک لباس اونجا جور نمیشه، وقت اینجا پوشیده میشه. تو جهت تا بفهم، عنعنات تا بفهم، رسم تا بفهم، فرهنگ تا بفهم. یک مفکوره از اونجا میاد که آزادی بیان، حقوق زن، وقت ببینید دادان ملام حقوق زن دادان کلگی گفتم میرم، گپ از اونجا آمده. حقوق زن بگو در اسلام، اونا میگن آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی است، دموکراسی است، آزادی است، دموکراسی است، آزادی است. تو میگه حالا تو دموکراسی در اسلام هست؟ در قرآن هست؟ تو مسلمان هستی یا دموکرات هستی؟ چی هستی؟ حالا تو خب مسلک جهتت باید معلوم باشه. اینه می تو مردم هست. دریشی های چسب از اونجا میاد اینجا ببین در جانش هست. این زنا دخترها، من شرمم میاد که دریشی بپوشم، میم لچ می باشم، یا خیلی شرمم میاد. یارا ببینی که تو یا کسی را دیدم می تو چسب پوشیده بود، من گفتم می چه قسمی چند نفری را کش میکنن؟ نه این خب بسیار سخت است. گفت شاید 5-6 نفر زور بزنن صبح که در جانش کنن. باز آخر گفتن نه این ترکی هم تو خودش جذب تو رابر واری است که پوشیدیم تو چسب است. او گفتم من ایران که چند نفر کش میکنه در جانش. دختر برو دخترم پانتون با مصدر خدمت با جامعه شوی. واه واه عجیب مصدری. مصدر خدمت کش میکنه. خب چادر ببینی ابرو را اونا زیرش زدن، وقت اینجا ابروهای تا نچیندی، باز اگر نچینده باشه دختر است، اگر چین نبود زن که شد باز میچینه. حالا اگر زن باشه پرسان میکنه عروسی نکردی؟ کردیم. ابروهای چرا ماندی؟ کسی که عروسی کنه خب باید تیجره بزنه. حالی خو از کافر است. رسول الله میگه لعنت الله به کسی که ابرو میچینه. بعد کلان آدم ها را ببینی زنایش ابرو میچینه هیچ. اینجا میگه آمینی تو چیق میزنه. من گفتم او بچه علم خب لعنت الله میگه این سنت هست، مستحب از هیچ آمین نگو. اینجا بود زن تجور کو که اینجا خدا زده نه زن بفهمان ناخونا را ماند این حال رسول الله میگه هفته به هفته ناخونای تا نبیگیره این چیزی او را میزنن که تو هم یک چیز که از موجه آمد دیگه نه این لباس هاست پنجابی. اگر نه یقین کنم این لباس ها را به من بگن مفت بگی میگم نه اوس پر تو مفت چی کنم میره ازی درش بتا ببر اینجا در روز جمعه دیگ بکو برنگ بکو. اگر مو در بگیره درم نخواد بگیره بجان ما مثل چوب هم کار نمید میرن 5000 10000 والله این دکاندارایی که را میفروشن هم تیفش ها داخل است. 5000 10000 او را میخره. این لباس ها را ببینی، کارا را ببین، نیکتایی را میزنه ریشه کل کده لشم چی هستی؟ حال تو ولی کل وجهتون هو مولیها، هر کس یک جهت داره، یک فکر داره، یک مسلک داره. او خواست کافر است، تو چرا تو کردی؟ تو کده باش در بازار میا فروخته میشه میانی اینجا رام کار کده و کل چیز. هر کس از خود جهت داره. سک است نه این دو و نمو لنگیش همون ریشش هیچ نمیزنه. کل مویای بدنش میگه هر قدر که میشه میگه ما مذهبی است. امین دوی که منموهن سنگ در هندوستان بود، اما لنگی و ریش خدا وسو نکرد نه صدر اعظم هم شده بود. تو میرفت قرار میشست در سازمان ملل و ایندی هم گب میزد. ایدگاه را ببینی هیچ فهمیده نمیشه که کدام ازی این مسلمان ها چه قسم خود جور کرده اونجا میرن نه هیچ شناخته نمیشه. جهتت، مفکوریت،
فرهنگت، عنعنات محکم باش، افتخار بکو. حالا او خدا خراب کرده، میگه والا سر ما خنده میکنه، تو سر از او خنده کن. چه تو سر تو خنده میکنه؟ نه میگه خنده میکنه. من گفتم بان که خنده کنن، خنده کت انوز. خوب توبه. این آیت بسیار عام است. ولکل این تنوینش عوض مضاف الیه است. خب مضاف الیه اینجا محذوف است. ولکل احد، برای هر شخص، هر امت از امتها، هر گروه از گروه ها، هر دینی از ادیان قبلتون، یک قبله دارن، یک جهت دارن، یک مفکوره دارن، یک فرهنگ دارن. هو مولی ها که روی خدا به طرف هم میگردن، جهت خدا و توجهش به اون طرف است. هر قوم و هر کس، شما ایتون نشین، فامیلای تان بسیار اصلاح کن. خدا چی جور کردی؟ مسلمان هستی یا نیستی؟ هیچ چیز که پوشیدی، هیچی گفت تو تاثیر کرده. خو اینم تلویزیون ها خراب کرد، همین رسانه ها خراب کرد. میبینم ایران میمانم. عروسی میکنن چی چیزا، میشانن زن و دختر بچه را یک جای میشانن، در بین زنها تا کو بالا کو. اون میشینه، گاهی میگه تو نشینی، ای زور شوه او زور شوه. نه این کارا در اسلام نیست. اگه این شش کوشش میکنن که زن از این زور بسازن، از اول عروسی نه نشینی که اگه اول ششتی با شوهرت سر دور میشه. خود چی کنم؟ تو باید سرش دور باشی. زنا میگن حرام است زن زور کردن سر شوهر، زن رئیس تعیین کردن حرام است. الله در قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، مرد باید مدیر باشه، سرپرست باشه، اداره کننده باشه. قرواجاست در عروسی ها و در مردداری ها و در چیزا و از مکافرها که میبینن و دیگه نمیشه. خلاص فیلم ها خراب کردن، تلویزیون ها خراب کردن. اگر این ما شما در فرهنگ خود محکم باشیم، باز ببین آفرین بعضی زنایی که در فرانسه است، آفرین شد 1.5 ساعت ایرو جریمه، 200 کسی حجاب کامل کنه، کامل حجاب میکنه که میرفت کافر پرسان میکرد چرا میوده این فایده و هم بازم تو میکردن. آفرین شد 2000 زن گفت با کامل حجاب در فرانسه میگردن، کامل حجاب. اونها ققار شده بودن که جریمه شام کت میگفت ما 1.5 ساعت بته میتم، میگم 1.5 ساعت میتا با حجاب میگرده. نه تو دعوت میتا میگه این طور است این طور است این طور، باز اونا میشنون. یک چیزی که ببینن سوال پیدا میشه، نه که نبینه هیچ. سوال پیدا شد تو اون تحقیق میکنه. فاستبقوا الخیرات، پس شما سبقت بکنین در نیکی ها. خیرات نیکی ها، ثواب امر الله نهی الله، اینی را میگه مسارعه بکنین. اینجا خیرات الوا نیست، الوای شب جمعه. خب یکم تا بیدینا ملا بودن که میدویدن خیرات میدویدن، بعد میگه خدا میگه فاستبقوا الخیرات، بدوین به طرف خیرات. نه اینطور بودن. ها اسقاطه که میدیدن میگه خیرات است بدوین، اینطور بدو میشه. میگه خدا میگه فاستبقوا الخیرات، ثواب داره. ببین همین تو تعریف هم کردن، این گپ چی نیست. مردم عوام چی میفهمه؟ خب خدا گفته خیرات که دیدی بدو، میدم. آجی را داج دیدم که می چیز خدا نه، همین تو محکم گرفته چنان میده، سبیل چند آجی را زیر پای کردم تو زده چی میکنی؟ گفتم اونجا خیرات است. تو سعی کن برای حج آمدی، حالا استا برو یه ذره همی چند تا را زیر پای کردی تو خدا ویده، او را شانه زدی ای را شانه زدی. امجرده میجا گرفت چنان دوید پشتنان. اینجا خیرات و ما تفعلوا من خیر، آنچه که انجام میتین از خیر. خیر هر حکم الله را میگه که انجامش بدی و هر آن چیزی که الله نهی منع کرده از او اجتناب کن، اینی را خیر میگه. امر و نهی الله، اسلام اوامر الله را سبقت بکنین، یعنی هر حکمی که الله کرد شما به سرعت بدوین عملش کنین. این بهترین مومن کسی است که سبقت کنه در نیکی‌ها. و سابقوا الی مغفرة من ربکم، با اعمالی که شما را میبخشه مسابقه کنین. و سارعوا، مسابقه ما، مسارعت ما باید در اعمال نیک باشه. هر کسی که دینمی پیش شد اونمو پیش الله درجه داد. مثل که یک مسابقه دوش هست، در دوش مهم نیست پیش الله کی پیش میشه.
در اینمی نیکی ها کی پیش میشه. این مهم است. اینما تکونوا یاتی بکم الله جمیعا، هر جایی که شما باشین الله همگی تان میاره. در اینجا اثبات قیامت است. الله میفرماید که در هر مکانی که باشین، در عمق زمین باشین، در سر کوه باشین، در قصرها باشین، شیر شما را بخوره، آهن شوین، یکم تا را در عمق بحر دفنش میکنن، کسی پیداش نکنه. هر جایی که باشین یأتی الله میاره کم شما را جمیعا، همگی تان. پس الله زنده تان میکنه، پرسان میکنه که به می جهت، به می فکر مفکوره که برات گفته شده بود حرکت کردی یا نه؟ چی کار کردی؟ الله ما شما را اونجا را حساب آسان کنه که کلگی حساب میشه. هیچ کسی نیست که حساب نشه. ما باشم، شما باشین، شهید باشه، هر کس که باشه کلگی سوال میشه. انبیا را الله حساب میکنه کتیش. انبیا علیه السلام الله حساب میکنه، اولیاء را، صحابه را، هر مومن الله حساب میکنه. ولی یک حساب یسیر است، یک حساب عسیر است. حساب یسیر مومنی است که الله می گناهش خامال نکرده، اگر گناه کرده توبه کرده برش پیش میکنه، گناهش نشان میده که میبینه میگه هلاک شدم، رنگش میپره. هیچ توی نمیگه که چرا کردی، فقط نشان دادن میره. کل گناهی کردی برات نشان میده اگر که توبه کرده باشه. الله نجات بده. یه ذره انسان اونجا سرش تام میشه. باز میگه که ما اینجا این فکر میکنه که حکم الله میگه چرا که بگه جواب نداری. باز میگه ولی تو توبه تا نشان میده، اعمال خیرت، اینی عمل خیر، اینی کارهای دیگه تی توبه هایت ایرا محو کن. الله میگه من بخشیدم. هیچ کس نمیفهمه. باز هم تو میگه برو به طرف جنت. الله ما شما را میتور بگن فاما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. این حساب آسان میگه. کسی را که الله بخواه هلاک کنه، مومن باشه کافر، جهنم ببره، نشانش میگه این کار چرا کردی؟ الله جواب نداری، بعد از می بگیرینش ببره. باز به امروز از این حساب سخت میشه. دیگه حالاتش سخت است تا اینکه در جهنم هم میرسه، سختی ها را میبینه. ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. یعنی به این قادر است که توته ها و ذره های شما را، خاکستر شما را جمع کنه. فیدل کاسترول گفت که مرا در بتین، خاکستر ما اونجا بانین. خاکستر از اون الله زنده میکنه. یعنی می قدرت داره. حتی الله در قرآن میگه که ما ان علینا جمعه، آوازی که متلاشی میشه دیده نمیشه، میره جمع میکنه. این ذرات خوب بچشم دیده میشه، این خاصانه. آوازها را ما جمع میکنیم. پس قیامت وجود داره.